فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدن که اگر کسی سرقت کرده باشه و بعد توبه بکنه چطور باید این دین رو ادا کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این واقعا فضل الله متعال هست که انسانی رو که مرتکب خطا می شود بنابر وسوسه های شیطانی و هوای نفسانی دچار مشکل می شود و گناهانی رو انجام می دهد. این گناهان گاهی وقت حقوق الله متعال هستند و گاهی حقوق بندگان هستند. یعنی گناه یا به معنی تضییع حقوق الله متعال هست، انجام ندادن اوامر یا ترک اوامر و انجام دادن نواهی، یا این که تضییع حقوق بندگان و حقوق عباد هست. الله متعال هر دو حق را، هر دو گناه را که چه در حق الله متعال انجام گرفته باشد و چه در حق بندگان الله متعال باشد، هر دوتا را معاف می کند. منتها برای پذیرفته شدن توبه و قبول شدن توبه الله متعال یک سری شرایطی رو قرار داده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیثشون این موارد رو برای ما تبیین کردند و علما هم در کتابها به این موارد پرداختند. شرایط کلی توبه 3 شرط اساسی دارد. یکی این که وقتی که انسان میخواد توبه بکند به این معنی هست که از گذشته خودش پشیمان بشود. یعنی قبلا در گناهی رو انجام داده، مرتکب خطا و معصیتی بوده، الان از گذشته خودش پشیمان بشود. این یک شرط هست. یعنی نمی شود که هم بگوید که من توبه می کنم و به گذشته خودش که پر از گناه بوده یا به اون گناهان خودش افتخار بکند، همه جا برود از اونها تعریف بکند. و مطلب دوم این که از اون گناهی قبلا انجام میداده دست بکشد. این گونه نمی شود که دستش مشغول به اون گناه هست یا در حال انجام دادن اون گناه هست میگه خدای من توبه کردم استغفر الله. این در واقع توبه و استغفاری نیست. و مرحله سوم یا شرط سوم این است که عزم بکند و تصمیم قطعی و جدی بگیرد که من از این به بعد این گناهی رو که قبلا انجام میدادم از این به بعد انجام ندهم. این 3 شرط اساسی توبه هستند که هر کسی از هر گناهی با این شرایط توبه بکند الله متعال ان شاء الله توبه اون را خواهد پذیرفت. منتها زمانی که این حق و در واقع مال یک انسان هست، برادر مسلمانش هست، حق کشی کرده، مالی رو اونگونه که در سوال اومده به سرقت برده یا حق دیگری رو که حق مسلم یک مسلمان هست اون رو در واقع تلف کرده، در اینجا یک شرط چهارمی هم وجود دارد. این و اون شرط این است که این حق مادی رو به صاحبش باید برگرداند. این گونه نیست که بگید من توبه کردم و اما اون حقی رو که برگردنش هست اون رو به هیچ عنوان نمیخواهد ادا بکند یا تصمیمش را ندارد. اگر واقعا فرض بکنیم که از یک جایی سرقتی انجام داده که الان شاید اون صاحب مال الان نیست، وجودی نداره، قبلا مغازه‌ای داشته، مغازه‌اش تعطیل شده یا در شهر دیگری بوده، نمیتواند دوباره و هیچ سراغی ندارد از اون مال باخته، یا این که از دنیا رفته و فوت کرده، در این صورت روش شرعیش این است که همون مقداری را که از اون مغازه یا از شخصی به یغما برده بوده و سرقت کرده بوده همون مقدار را صدقه بدهد به نام همون صاحب مال که انشاءالله الله متعال با این طریقه دعا و استغفار و توبهش را خواهد پذیرفت. اگر صدقه داد و صاحب مال برگشت و حق خود طلب کرد در این صورت اگر بالفرض که قبلا به نام اون صدقه داد و الان صاحب مال دوباره پیدا شد و مطالبه کرد که حق من رو بده، در این صورت از نظر شرعی مکلف هست که حق رو باید دوباره پرداخت بکند به صاحب حق، به مال باخته دوباره مال رو برگرداند و اون چیزی که قبلا صدقه داده اون به حساب خودش هست، به حساب اون فرد مال باخته نیست.